شعبه وزارت گروه داخله در نوع خراسان عریضه زن 34 ساله ساکن نوع مذکور وارد گردیده است که ماه می سال 2023 شخصان نامعلوم به طریق پنهانی وارد منزل استقامتی شده از آنجا اشیای روزگار را دزدیده، از جای حادثه غیب زدند، ضرر رسانیده شده 46930 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 52 ساله ساکن نویه بلخی همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، نابالغ 17 ساله ساکن نویه فیض‌آباد با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نام برده 26 میلیون سال 2023 تخمینا ساعت 14:40 دقیقه هنگام در مرکز خدمت رسانی آبشاران واقع در کوچه شیروزی قرار داشتنش با راه پنهانی از داخل جوان لباس عوضکنک که به جوان 18 ساله ساکن نویه رشت تعلق دارد یک عدد تلفن موبیلی تمغه آیفون X10 را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 3000 سامانی را تشکیل می‌دهد. همین طریق ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 23 ساله ساکن شهر بختر با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نام برده 17 میلیون سال 2023 هنگام در ساحل بحر تاجیک واقع در منطقه آسایشگاه شهر گلستان قرار داشتنش از جیب جوان 19 ساله ساکن نویه باباجان غفوروف یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ و 700 سامانیش را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 3700 سامانی را تشکیل می‌دهد. اوید بین حادثه و تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 27 ساله ساکن شهر استرافشان 12 میلیون سال 2023 با راه فریب به باوری مرد 45 ساله ساکن شهر مذکور در آمده از او با بهانه صرف نمودن به حج فرضی مبلغ 133,000 سامانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اوید بین حادثه پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.